سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو جدید. ما تو این ویدیو میخوایم بهتون یاد بگیریم که چجوری ماینکرافت جاوا یا ماینکرافت کامپیوتر رو بیاین رو گوشی شخصی خودتون اجرا کنین. و همین اول ویدیو بهتون بگم اگه گوشیتون خیلی مثلا ماینکرافت گوشی و ماینکرافت کامپیوتر فرق میکنه. ماینکرافت کامپیوتر خیلی سنگین تره، پس بهتره خب گوشی خوبی داشته باشین و ممکنه هنگ شه. الان من با همین گوشیم هنگم خیلی، یعنی هنگ نمیشه این که اصلا یهویی فریز بشین. مشکل اصلی اینه که همینطوری FPS پایینی میگیرن، خیلی پایین. و بله، اگه گوشیتون خوب نباشه به FPS پایینی میگیرین، خیلی FPS دراپ بشین. و قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و دنبال یادتون نره و لیتس گو. ما اومدیم که یاد بدیم. خب اولین کاری که ما باید بکنیم، باید بریم یه برنامه است به اسم پوجاب لانچر. این برنامه‌ایه که ماینکرافت جاوا رو از رو کامپیوتر میاره میریزه رو گوشی شما و میتونین رو گوشیتون بازیش کنین. به تمام نسخه ها هم میتونین بازی کنین. و خب اولین کاری که باید کنیم اینه که اینجا برین تو بازار یا مایکت. فکر کنم نمیکنم فرق کنن. اگه نتونستین از این دوتا هم دانلود کنین، میتونین تو اینترنت راحت پیداش کنین. نسیم پوجا و لانچر واسه تو میاره، میزنینش اینجا. حالا من نصبش کردم، اینجا نصبش میکنین و این آیکون چیز سیاه هم هست دیگه اصلا. بعد بله رگم هستش هم دیگه اگه گوشیتون خوب نمیشه. حالا اجراش میکنین. من اجراش کردم. حالا این صفحه واسه تون میاد. اولش بهتره یه کاری کنین. اینجا این بالا اکانتاتونه، بهتره یه اکانت اینجا اکانت شما بزنی. اگه اکانت مایکروسافت دارین که خیلی خوبه، روی این بالایی بزنین لوگین کن. اگه هم اکانت هیچی ندارین، اینجا لوکال اکانت رو بزنین، یه یوزرنیم انتخاب کنین و لوگین بزنین. من یه اسم میزنم مثلا و واسهتون با اون لوگین میکنه. حالا بزنین من یکی مثلا به اون مثلا بنویسم کامپیوتر. درست هم نمی‌نویسم یا نه. اینورتو جی درست نمی‌نویسم. حالا به هم نمیذاره انقدر طول نمیشه. ما مخفف نمی‌نویسیم. خب حالا اینجا کار زیادی میتونیم کنیم. مثلا میتونیم کاستوم کنترلر اینجا داشته باشیم. اکسترکت فکر کنم واسه موده، یه ربطی حتما به مود داره، نمیدونم. حالا مود میتونیم اجراش کنیم یا اینکه میتونیم مثلا مود بسازیم. نمیدونم دقیقا منظورش استرکت نمیشه. لوگی که مثلا میریم تو بازی چه اتفاقی واسهتون میفته، مثلا ارور میده، لوگو میتونیم بفرستیم واسه بقیه بهتون کمک کنن. این اوپن جایی که گیم تو چیز میشه. حالا اینجا این کرییت پروفایل میزنین. حالا شما انتخاب خودتون میتونین کنین. اگه میخواین مودی بازی کنین، اینجا هست فابریک. این نمیدونم دقیقا اسمش چیه، فورج و مودبک، یعنی مودبک. آره. و اینجا هم که وانیلا اپتیفاینه. اپتیفاین بهتر به نظر من. و اینم که نسخه مودی بودن دیگه، من خودم تستشون کردم. کرییت اپتیفاین پروفایل میزنین، ثبت میکنین اینجا واسهتون بیاد. اینجا نسخه ماینکرافته. حالا من که بهتون بگم بهتره به نسخه قدیمی تر منه. و مثلا نسخه ای که میخواین رو انتخاب میکنین. حالا مثلا من یک 18 و همین نسخه ای که اینجاست رو انتخاب میکنین، روش میزنین. اینجا یه تسک واسه تو میاد. حالا من چون که قبلا نصب کردم، حالا نمیدونم چجوری ردش کنیم، میبندم حالا. و من یک 16.5 دارم الان، اینو نمیخوام دیگه. و الان کار بعدی که باید بکنیم، خب اینجا اینترنت همون رو باید قطع کنیم. اگه اینترنت رو قطع نکنیم نمیتونیم دیگه مالتی پلیر بازی کنیم. حالا بهتون میگم چه کار باید کنیم که مالتی پلیر بریم. و پلی رو میزنیم با همین نسخه که داریم. الان یک 16.5 مثلا یک تسک بهمون میده و بازی همچین دکمه هست. حالا اگه مثلا میخواستین عوض کنین، اینجا یه بالا علامت تنظیمات هست، روش میزنین. اینجا چیزا داره، اینجا کاستوم کنترل رو میزنین، میتونین اینا رو الان جابجا کنین. مثلا من نمیتونم الان جابجا کنم،
ولی من اصلا این کار نیاز ندارم. DVD رو میزنی. خب این پرشه. اینا همشون الان من نمیدونم دقیقاً چیان. خیلی وقتی با این بازی نکردم. این چپ رفتن، این راست رفتن، این جلو رفتن، این عقب رفتن. اینا رو نمیدونم دقیقاً چیه، ولی این جیوهای بزنین قید میشه همه چی. مثلا میخوای یه چیزی بنویسی، اینو بهترین بزنین جیوهای همه چی قید شه. و اینو بزنین فکر کنم بالا میبینی دیباگ، نمیدونم چت دیگه. و این کیبورد بزنین کیبوردت میاد. بله اینم تب که نمیدونم دقیقاً چی بود یادم نیست. تب همون تب دیگه. فکر کنم میزنین تو بازی میتونی ببین. یه ذره بعد طول میکشه اینجاش. سعی میکنیم بیاد. تو این تنظیمات چیزای دیگه هم هستش. حالا من دقیقا نمیدونم چیه. کویک ستینگ و اینم هست. خب بچه من الان واسه استوب کردم اومد اینجا. و حالا این ماینکرافت جاواست. حالا مالتی پلیر بازه ولی اگه با اینترنت واسه چی بس است. حالا الان که رفتیم تو ماینکرافت میتونیم اینترنت رو وصل کنیم. الان قبلش اینترنت رو وصل کنیم اینجا قفل میشه مالتی پلیر. وقتی اومدیم تو بازی باید این کار کنیم. حتما به این نکته دقت کنیم. میگه اکانت مایکروسافت نداری نمیتونی. بعد خب اینم سروراست راحت میتونیم برید تو سرور بازی کنیم. اینم سینگل پلیره و مالتی پلیر اینجا. و برین تو آپشن اگه هنگین ویدیو ستینگ رو بزنین. این کارم بکنین. اینو بذارین رو پرو به نظرم بهتره. حالا نمیدونم هنگیش میشه. این رندرتونه دور دیدن مثلا محیط. خب مثلا ممکن اگه دو باشه خیلی تاره دورته. حالا به نظر من همین بذارین دیگه مشکل نداره دیگه. نمیتونین کاری دیگه هم کنین. و اینم که FPS این تب بذارین. یعنی تا هر چقدر میتونی FPS بگین. این ویسینگ هم خاموش کنین. یعنی با صورت فریم مانیتور. حالا تو کامپیوتر این هست. نمیدونم تو گوشی اصلا تصویر داره یا نه. و اینم نور میزان نوره که تب باشه بهتره. و بله الان میتونین برین راحت آنلاین بشینید تو سرور. خب بچه ها خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. لایک و دنبال یادتون نره. این چند وقت قرار واسه تون خیلی ویدیو بذاریم. همین دیروز واسه تون یه ویدیو درباره آموزش آنلاین بیس کردن ماینکرافت گذاشتم. و لایک و دنبال فراموش نشه. خیلی بهم انرژی میده. و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. احمد محسن احمد محسن احمد محسن